ایستا. چی گپ است برادر؟ برادر با ماشین احتیاج دارم. من پلیسم. نوروز نساشچیک به طرف من با یک شادی و خرسندی صمیمی نگریسته. این صدای چیست؟ کی می آید؟ خدایا احمد در کجاست؟ عشقم در این صحنه مگر این خیل نقش بود؟ کارگردان زمانوی است. تاریخ را با فیلم های معاصر آمیخته کرده است. تو کی هستی؟ جناب من کالتاکل است. انا این اون علی دیوانه. ایستا لعنتی. گپ شد. سردارم تسلیم شوید. مگر دیوانه اید؟ کالتاکل است میگوریدن. جنایت را وای کرد. بیانیه تجلی سنگ زنید. شما چی کار میکنید؟ کالتاکل است میگوریدن. برای سرده. پیشتر را گپ کن میگوریدن. رهایم کنید. کاش استادم را میدیدم سوال دویمم را میپرسیدم. استاد؟ هجری؟ استاد سوال دویمم را پرسم. هجری پسرم تو چه خیلی مرا شناختی در رویم خوب نیست مکن؟ هست؟ نیست؟ هست کو یا خدایا راستی گپ چشمانت خوب میدیدن هجری. حاضر استاد بای. استاد آخر سوال دویمم نپرسیدم. اکنون این سوال سری مرا گرنگ میکند. باز میگوید که مرا چه خیلی شناختی. من بوی شما را 100 کیلومتر حس میکنم. مرا از اینجا آزاد کنید. آزادم کنید. کالتاکل در بیرون من در اینجای خیل نمیشد. باید برعکس باشد. لوین شیر بچه من کنی پسرم از اینجا آزادم کن. سردارم شما پادشاه را پرانید. آزاد کرده نمیشه. کدام پادشاه؟ دیوانه هستی؟ شاه جهان رو خدا را شکر زنده است نمورده است. اونا تعمیر نمیدونستی که به تئاتر حمله کرده و یک هنرمند در کشتن این جنایت کلان است. هم مردک با کودک باید سر کردی. تو دیوانه چی تو؟ پسرم همش از پشتون کالتاکل به شرفشون میگویم. کالتاکل به سر شما چی بلاهای ناور. ببینید ینگه اهل شما رو ترک کرده طلاق کرده گریخته به خارج رفت. ایش بس نبود که با اکتور تئاتر پرونده اکمال به خدا در سرت میزنه 3-4 استاتیر در ترما میپوسی میره. برای شما به خدا دلم سخت میسوزه سردارو. سخت. از راستی؟ لوینت میدونی چی؟ دلی من هم برای تو میسوزه. برای چی؟ بیا به گوشت میگویم. بیا
بیشرف. سردارم با خدا نفس بگیرید. بغیت میکنم، دلم به تو میسوزد. سردارم شما چیکار کرده ایستادید از برای خدا؟ شما چقدر دلسوزی بیمانی داشته؟ گردن من اونقدر بقوت نیست نکنیش. دیوانه، اگر مرا از اینجا نبراری با وجدانم قسم میخورم که تو رو بغی کرده میکشم. سردارم با دقت گوش کن. من آدم قانونیم، قانون گوش میکنم. یه چکلاوش ندی. پسرم من پلیس هستم. اینجا چی کار میکنم؟ همش از پشت پیچرفی قطعه اینجا بیا کار نمیکنم. لبن بکی میگویم ایست لبن. احوالم رو بین. قطعکیلاس. ای دخترها، اکنون در تنفس یکدیگر را میبینیم. چرا تو اینقدر احمق هستی؟ رفیقان، مادامی که امروز روزی آخری یک جای بودنمون هست، بیاید همه یک جای یک رسم خاطره‌ای میگیریم. چی ها میگوی تو؟ اول امتحان رو سپاریم بعد رسم میگیریم. امتحان هم سپاریم چی میشود؟ هیچ کس دیگر نمیگذارد. اینها چیه؟ کنی بینم چیست؟ جواب سوال امتحان. از راستی اینها رو کی در اینجا گذاشته باشه؟ جونای این کارو تو کردی؟ البته که من کردم. شما قدر من رو نمیدونید ولی من این رو برای شما کردم. از راستی تو اینها رو گذاشتی به اینجا؟ البته من برای این دختر همه کار رو میکنم. جوناید، اولین بار است که تو در حق ما نیکی میکنی و این نیکیت رو فراموش نمیکنی. جواب رو از یاد میکنیم. ما بیهوده درس کردیم صبح؟ نمیدونم، با فکرت همین خیلی منموید. هیچ چیز بیهوده نیست، همین خیلی نه؟ یک کلاس بخواب که ترمزم نمیخوام. چی کار میکنی دیوانه؟ آرام باش. برادر یه خبری خوش دارم. چی شد؟ اونان رو دستگیر کردن. چی؟ اونان رو دستگیر کردن. چی ها میگویی تو؟ یک پادشاه رو پرونده است. چی میگویی شوکت؟ کدام پادشاه؟ اکتیوری تئاتر نقش پادشاه رو بازی میکرده است. از کجا میدونم؟ لیوین این خبر رو به من داد. فهمیدم، پادشاهی که در صحنه بود. به فکرم آن رو پروند. اما به ما چی؟ پرونده باشد به ما چی؟ خلاص شدیم؟ خدای تعالی. احیانا خلاص شدیم، صاحبی این اساس شدیم. تو پادشاه رو میشناختی؟ نه، از کجا میشناسم؟ ما برای خود شاد شدیم. از پادشاه به ما چی میرسه؟ وای بیچاره کی باشه؟ وای کمی با تو صحبت کنیم احمد. آها. چیز اما تنها. عالم‌ها اثبات کردن که آشخانه‌چی باید قطعی معلمان نبسته. رحمت جناب شوکت. برای کار من میرم. چای کش با تو بهای 5 میدیم. 5 گرفتم بای نکات. بفرمایید معلم. که خونه دار میشویم احمد؟ ما خانه دار نمیشویم. نفهمیدم. چیزی نیست که نفهمید. من با شما تکلیف خانه داری نکردم. شوخی کرده ایستاده ای؟ کی تکلیف کرده بود نباشد؟ نمیدونم، اما کسی که تکلیف کرده باشد لطفاً با او خانه دار شوید. گرچه ولی آدم در زیر خاک است، اما یعنی خلاصه کلام من با شما خانه دار نمیشوم. خانم جان این کارا فراموش کنید. ای گفته های کودک و طلبه ها درست بوده است. یعنی او دختری زیبا دختری امک شما نبوده است. دوست دخترتون بوده است. دوست دخترتون بوده است یعنی کافی سکنون خانه دار نمیشه میگون. نمیفهمید. دوست دختر باشه دوست دخترم است. با شما چی؟ اما چی خیلی بشود؟ یک لحظه. حافظت را از دست داده ای و همه میگویم بعد میبینی تو. عمرم با دست بستن جنایتکاران لعنتی گذشته است. حاضر باشد از پشت یک جنایتکار بیشرف دستان مرا بسته اید و تو با این ناحق چشمانت را میپوشی. حیف بر تو بر این شاگرد. سردارم التماس با حسیات گپ نزنه. با خدا از گریه میکنم. با احساس گپ نزدم به اخ، با غضب گپ میزنم.
از این جانم خلاص شود و بیرون برایم با این کارهای ناحقی که در حق من کردی حتما جواب میدی. یک سوئیس، یک تندوق یک طرف گفتم. همه ما برادر این جواب ها رو که بس اینجا آورده پرداخته باشد؟ تو اینها رو ندزدیدی؟ تو دیوانه هیچ خیل من خانه مدیر در اومده کاغذها رو میگیرم. این خیل باشد این کارو کی کرد؟ هیچ کس سیفری کالتا کلاس رو تقسیم کردن نمیتونه. ما هم گذاشتیم. ما رو کسی جدا کرده نمیتواند سبحان. زور کرده. دیوانه میشم موخی. هی برادر، سبحان این دختر رو که از آن خود کرده است. در نظرت میتوبد؟ خیلی در نظرم میتوبد. نمیبینی در پیش چشمانمون است. برادرم این آدم امروز از مکتب رانده میشود. چخیل رانده میشود؟ چخیل میشود؟ این چی است؟ مکتوب عشقی که سبحان با ملبه بانو نوشته است. چی؟ ننام خیل این خپک تای تپک بوده است. ای جنید، این رو میفهمم که حسن خط سبحان نیست. فکر کردی من به عقل هستم؟ فکرشون نکردم. این کار رو پروفسیونال ها اجرا کردم. 100% به حسن خط سبحان مانند است. برای این کار پول زیاد صرف کردم. این کار رو کی کردی؟ تو خوابی که من نقشه میکشم. آغوش کن، کمی دیگر مونده است. این قدر تو آدم فتنه انگیز بوده ای جنید. حلالت بود. سردار، اون وقتی که خواست طرف کالتا کلاس پراند پادشاه را پرانیده است، برای همین دستگیر کردند. چیا میگویی؟ کدام پادشاه؟ اونها کالتا کلاس رو در داخل تئاتر دستگیر کرده بود است. پادشاه با بندر آمد است، او را پراندند. همین خیلی گفتند. در تئاتر؟ کالتا کلاس باز چی نقش آفریدنی است؟ کمیسر رو دستگیر کرد. اگر کارش رو به آخر نرسانیم ما رو نیز محو میکند. مثل کمیسر زندانی میشویم. همه آماده شوند. کالتا کلاس پگاه باید کشته شود. فهمو سردار. لوین حاجت خانه در آمدن لازم. گوش کنید این خیلی نمیشود. همه در سود منتظر شما هست. تو بیعقل هستی. در شیمم ترک کنم. اقلا 20 دقیقه خودتون قبیده نمیتونید. احوالم بد است. برید بچه ها خودشا خالی کنن، در پوش در استید با گرفته بیاره. من لشتاب سردارم. نه میگریزم. نگریزه خوبه. نه جناب، چه خیلی شدنش رو راستی من هم نفهمیدم. این تنبال ها چه خیلی صد بلی میگیرن؟ کسی سپرگلکشون دادگیه. جنابی میتد، ما شما رو در این مکتب به خاطر موندیم که صاحب بکنه. تو باشی یک صنف تنبال رو تقسیم کردن نتوانستی. اگر اینها یک جو شوند ضرر زیاد میرسونند. جنابی دیرکتور، برای به اجازت در آمدن بخشش میپرسم، اما با شما یک چیزی مهم رو گفتن میخواهم. چی بالا زد میجگان؟ استاد احمد حافظش در جایش نیست. چی؟ هیچ چیز رو در خاطر ندارد. از همون مهم عشقمان رو، یعنی با این خیلی حافظای پریده درس دادن غیر امکان است. تو رو دستگیر نکرده به محبس نمیروم کالتا کلاس.
جا شدن این آدم ها اشکم منم تو داد. خیلی تیز کنه که سولیه ده دیر می شود. اکرم نگه خطر بسیارم عیبه. اونان احمق گریخ. بگم اونان محکمه گریخ. جوز دوید گوش کنید یکو کس نپرونه یکو کس رفتیم میلیس در کجاست؟ در نزد دوگانه‌اش است. پیشتر هم گفت چی کار میکنه در نزد دوگانه‌اش؟ کی هست این دوگانه‌اش؟ نزد دوگانه‌اش نی بابا. میلیس در نزد کلتکیلس است. چی؟ چی؟ ترگوت لبای آقای اکرم. ترگوت میلیس را در حال به اینجا بیارید. زود باشید. مایل شکر. برست اونانی نامد. با خدا راستش رو بگم از شما این خیلی موفقیت رو انتظار نبودم. با خدا استاد چیزا رو دورم میگم. از شب تا سحر درس تیار کردم. تا صبح درس تیار کرده بوده است. از پشت شما شده قریب به دست اون علی دیوانه میافتیدم. خیر بچه‌ها موفق شدن مهم نیست، همین که دوام دادن مهم است. خیر بچه‌ها باز میبینیم. البته دوام میدیم. دیرکتور شما رو جیغ میزنه. خیر تو بازدی. خیر استاد. من حیران شدم. چرا حیران میشوید؟ خیلی سربال گرفتیم. کنی زود را کرد ابله. اکا همونش عجلاب همین است. چی شد؟ پدر لعنت، من به تو نگفته بودم که اینجا مواد مخدر نفروشه؟ راستیست. اکا من مواد مخدر نمیفروشم. اگر یابم خدا میکشم. کم شو. مرا گوش کنید. رگ‌های خونگرد این حرامی را بریده در بین راه پرتوید. از خون روی زیاد خودش میمورد. بگذار عبرت شود برای دیگرها. ای کار نکنید اکا. کم بگی؟ दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है چی شد؟ این حرامی رو چیکار کنیم؟ ای کار نکنید اکا. با خاطر معلمه امروز میبخشیم. مرا گوش کن. اگر بار دیگر تو را در حالت فروش مواد مخدر دستگیر کنند پرانده و سیمچوب میآویزیم. اکنون گم شو. اکا توبه کردم دیگه تکرار نمیکنم. گم شو از اینجا. دفع شو از اینجا احمق. مرا نگاه کنید. چی ایستاده اید؟ مرا به نزد ینگه تون برید. ینگه؟ کدوم ینگه؟
فکر میکنم همون دختری که نوکت به مکتب در اومد همون رو میگوید. بله بله رفتیم با مکتب میداریم. کمی بگید دو اطرافت نگاه کن، زنی زیبایی در اومد. بابا چختران فروز گردن کده کسی بگذاره نگاهش بکن. شما آدمی به حافظه رو آموزگار ماندید؟ من هم نمیدونستم جناب، خودی حاضر فهمیدم. دروی هرچی شنیدم درست است استاد احمد. حافظت رو از دست داده ایم اگر؟ چی جناب؟ حافظم رو از دست دادم؟ کی گفتین رو؟ من گفتم. مرابط لابا آن خانمی که پیشتر در اومد کی است؟ معلمه انگلیسی نامش بانو. بانو شراب من در جای معلمه باشم میره نگاه نمیکنم. چی خیلی که به خانم اولش عاشق شده بود کو با خودو که همین خیل شد. برای تو شده این مکتب رو میسوزانم. اکی کنون چه شد؟ چرا ما این مکتب رو باید آتش زنیم؟ و این مکتب مکتبی نو است. ما باید این مکتب رو خریداری کنیم. آفرین با تو شرف، آفرین با تو. مثل که گربه موش به دست آورد. بله بیا با مکتب میدرایم. آفرین شرف، کاری کردگت رو کردک. پیش درو تب شو. یعنی خانم میزگان به خاطر که تکلیف خانه‌دار شویش را قبول نکردم این را بافته است. این خیل نکنید معلمه. روی راست مرا تهمت میکنید. خانه‌دار شدن نمیخوام، مجبور نکنید آخر. نخواهید خانه‌دار نشوید. مگر من دروغ میگویم؟ معاینتان درست کار نمیکنن. همین خیلی؟ جناب دیرکتور، مرا که باور نکنید از دکتر پرسید. فهمیدم. این خیلی باشد راستی گپ. من هم بسیار زیق شدم استاد احمد. یعنی اگر جناب نجاتی با ما موافق باشد نباید چنین استاد در مکتب ما درس کنید. میتونید جلو پوستک جمع کنی و هوی خری ایجا. البته در حال فرمانش رو براره. حافظش رو از دست داده است. درس داده نمیتواند. چی میتواند به طلبه ها آموزاند؟ یکم کس از جایش نجنبد. صاحب این مکتب کی هست؟ کدام خانه؟ همین؟ یکسی است. مادر؟ ملیس تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ باز با من پیامک نویسی که بیرون از شهر هستم. بیا میرویم ملیس. و هیچ کجا نمیروم مادر. میرویم گفتم. شما چیکار میکنید؟ اینجا مکتب است. مگر چنین میدرایم با مکتب؟ تو خاموش باش. صاحب مکتب کی است میگویم؟ منم. مکتب چند سو؟ این کانون دیوانه چی میخواسته باشد؟ بخشش نفهمیدم. مکتب رو میگویم که چقدر ارزش دارد. جناب نادرست فهمیده اید. این مکتب فروشی نیست. ای گوسفند تو گپ را نمیفهمی. چند سوم است میگویم چند سوم؟ کی گفت که من اینجا هستم؟ زهرا گفت همه خیلی؟ ملیس مرا شرمنده کرده ایستاده. چیکار میکنی تو؟ چی کار میکنی؟ بیا رفتیم. بیا ملیس. مادر به هیچ کجا نمیروم گفتم. منی دیگه نکن دختر. رهایم کنید. رهایم کنید. بایسته دارید که دخترم بازار نیاد. بایسته. رهایم کنید. رهایم کنید. گفتم سرده. رهایم کنید. سرده خواهش میکنم. اشوایش. برادر
چیکار میکنی ها؟ جنایتکار در کوچه پایانی است. با اینجا بیایید. محترم جناب کنعان، شما را به مناسبت صاحب این مکتب شدنتان مبارکباد میگویم و گفتنیم که ما باید استاد احمد را از مکتب برانیم. اجازه دهید من رفته حجتهایش را آماده کنم. احمد شمشک گفتنی آدم است، مثل تربوز و انگور مانندم به هم دیگر. آبا شوکت با من گفت که مثل داملازیا یک نفری دیگر است که من باورش نکردم. عجایب استاد، وای آدم با آدم اینقدر مانند می شده است. ما یک خدا رحمتی داملازیا داشتیم، با او بسیار مانند استیم. همین قدر مانند می شده است. نه نامتان چی بود؟ احمد شمشک. یعنی احمد راهبر اجازه ده او را با استاتیا از مکتب خارج کنم. چی میگویی تو؟ مگر شما این دوگانگی داملازیا را از کار میرانید؟ یعنی جناب باید طبق آیین‌نامه عمل نمایم. چه ها میگویی تو؟ داملازیا برای ما احترامی زیاد داشت. نفری که با او مانند است بالای دستانمان میبرداریم. با خدا بسیار منت دارم جناب کنعان، سلامت باشید. من اکنون با اجازه شما باید روم، خلل نرسانم. خواهش میکنم استاد، اجازت از شماست. ما برای زیارت شما آمدنی بودیم، اینجا نصیب دیدار بوده است. نه روز بخیر. اکا کانون مرا گوش کن. با خدا همین آدم کالتا کلاس افت اندامش رنگ کالتا کلاس است. تنها اندامش؟ تنها اندامش؟ همه چیزش مانند است، مثل کاپی او هست. تو میتوانی برای اکنون مکتب است. من یا خدایا، این کنعان دیوانه مکتب رو چرا خریده باشد؟ مکتب رو چی کار میکرده باشد؟ یا اینکه احمد شمشک بودنم رو باور نکرد؟ اگر این خیلی هم میشد چرا یک مکتب رو میخریده باشد؟ همه دلرای تنگوش گیرن، همه کسا درونی آنده پرن. اگر بترسید در نفره طرف، در نفره طرفی دستی چپ. انشالله که اونا لکولالا میخرن. تو را آخرین بار آگاه میکنم، از نبیره هایم دور باش، وگرنه چه کاری که شود نشود تو را میکشم. گوش کنید جناب، به خاطری که با کالتا کلاس گفتنی آدم مانندم چیزی نمانده بود که مرا میکشتید. به خاطر میلیس کاری نکردم، اما یک بار دیگر روبرویم آیه شما را نمیبخشم. با من بازی نکن. بار یکم فریب خورده بودم، ملا بودنت را باور کردم، دوست برآمدی. دیگر فریب نمیخورم. باور میکنید یا نمیکنید پروا ندارم. اگر بار دیگر روبرویم برایید
از بالایتون شکایت میکنم. عمر باقی ماندهتون را در محبس میگذرونید. لطفاً با من بازی نکنید. اوه این چی است؟ مکتوب هم بوده است. معلمه من شاگردتون از صنف 12B صبحان هستم. اولین باری که به درس آمدید نسبت شما احساسم بالا رفت. عشق شما را در دلم جای کردم. با فکرم شما هم نسبت من حسیاتی دارید. عاشق شیدای شما هستم. همه حسیاتم را به شما طریق این مکتوب خواستم گویم. نگاه‌هایتان، خنده‌هایتان. این کار رو ببین. از فکرم دور نمی شوید. هر روز عشقم نسبت شما زیاد می شود. شما را همیشه دوست خواهم داشت معلمه جان. این به تربیه رو ببینای. صبحم کن یگون شعر قرائت کن تو. май мехӯраму мухолифон аз чапу рост гӯянд махӯр бода ки динро адост чун донистам ки май адуи дин аст ороби шеър қироат карда ҳар замон ба сена нигоҳ мекунад. нигоҳ кунад. муаллимаи бону мактубро дида девона шудагист. мебинем ки имрӯз аз мактаб киро пеш мекунад. дигар ба сенанҷом наздик шуда наметавонад. сари кӯҳи баланд фарёд кардам диламро аз қафаси танг озод кардам. ака ту зуҳроро дӯст намедорӣ? ин чӣ хел гап аст битол? албатта дӯст медорам. набошад мелис дар хонаи ту чӣ кор мекунад ака? این کار درست است. بیتول میلیس روزهای سخت را پس سر میکند برای همین در خانه من. اصلا روزهای سخت را زهرا گذرانده ایستاده است. اگر تو باید درباره او باشی. این جهان را نگر با چشم خرد نه بدان چشم که اندرون نگری همچو دریاست و از نکوکاری کشتی احساس تا بدان بگذری дар куҷосон бешараф? муҳтарам директор чӣ гап шудааст? субҳон кани нигоҳ кун. ин ҳусни хати ту аст магар? ҳусни хати ман аст аммо ман нанависам инро. این راست کجا افتید؟ آن روزی که مکتب رو آتش زدی باید تو رو از مکتب خارج میکردم اما استاد احمد به این مانع شد. محترم دیرکتور سمکه‌ات رو گرفته زود با بیرون برو. آخر من حالا هم گپ میزنن. ما به تو استیپندیا نمیدیم که با معلمه ها مکتوب عاشقی نویسی و آبروی مکتبمون رو پس کنی. التماسی خیلی نکنه. استاد تو گپ نزن. زود برو. زود برای گاوی بشاخ. تمام شما روید صبحان از پس شما میآیم. لطفا تو درست رو دوام ده. تشکر زیاد. برو صبحان. بچه ها بیایید درس رو دوام میدهیم. به خدا تو رو نمیفهمم اکا. وقتی که ملیس در خونه تو هست دل زهرا رو چه خیل به دست میاری؟ این رو فکر کردی؟ بیتول من یگان خیل کرده دل زهرا رو به دست میارم. تو این کارو یکسو گذار. امروز سمی ابله از پیشم برآمد توی راست در کوچه تو رو از من خواستگاری کرد. به خدا قسم به خاطر که شناسنامه‌ام را فاش نکند گفته خودم را به زور داشتم وگرنه زده معیبش میکردم. این انگشترین حالو هم در دستت است با اون گپ نزدی؟ ای اکا بیتول اکا پکا گفتن نشی. من تو را با وی نمیدیم. او را باور نکن. وی آدم برای باوری نیست میگویم.
дар охир аз ин девона халос шудем. дафт шуд. чӣ шуда? дигар духтар намондааст ки ту ба муаллимаи Бону мактуб менависӣ. бешараф. аз ҳаматон нафрат дорам. ман дигар асло ба ин мактаб барнамегардам. бешарафҳо. ором шав. ба ин ҳам аз мактаб ронда шудӣ. тамом. ту ба ман нигоҳ кун. ҳамаш аз пушти ту шуд. агар ту ба ин мактаб намеомадӣ субҳо намерафт. ҳамаш аз пушти ту шуд. мекунӣ ту исто. тамом. бетамиз мисле ки ғамгин шудааст. бас аст роҳ гард меравем. аҷина дӯст доштам ва аз дастам гирифт охир. роҳбар инҷа дам имзо монед. инаш чист? сода карда фаҳмонам, як талаба нисбати муаллима Бону беҳурматӣ кардааст. кисмай падар лаънат. барои ин кор мо он талабаро аз мактаб хориҷ кардем. инҳо ҳуҷҷатҳояш мебошанд. бисёр хуб кардед, бисёр хуб кардед. ғайр аз ин барои муаллимаи Бону як утоқи зебо таъсис диҳед. боз котиба ҳам диҳед. гапашро ду накунед. муаллимаи Бону? бале. чӣ зебо гӯйхедед? муҳтарам директор, ман ба шумо қаҳваи гуфтагиатонро ман офиси акаи Канон омадам. шавкат? акаи Канон? намеги бадбахт? муҳтарам директор, инҷоро ҳам забт кардед? хай ман меравам. шуд, метавонӣ равӣ. ин қаҳва насиби шумо буда акаи Канонҷон, бифармоед. шавкат, як хонумро дидам, ошиқи ӯ шудам, аз барои ӯ мактабро харидам. онна шумо бара ҳалолтон бод ака. чашми ошиқ кур аст меган. ҳеҷ ҷоро намебинад. ба худо акаи Канон, ман шуморо 100% мефаҳмам, чунки ман ҳам барои духтаре шуда ошхонаи ҳамиҷаро харидам. медонам Шавкат, бо пули мо харида будӣ, аммо чизе нест. пуле ки барои ишқ харҷ мешавад, ҳалолат боде. дар забонат бумрум акаи Канон. мавзӯи Самиро пӯш, лутфан дигар нашунавам битол. ман мерам. سبحان چرا اینقدر زود قبول کردی؟ همه میدوند که تو این مکتوب رو ننوشته‌ای. این مکتب دیلم رو گرفت. بهترش از اینجا میروم. دیگر هیچ چیز مانع من شده نمیتواند. هیچ چیز گفتی؟ سبحان من نمیخواهم که تو از این مکتب بروی. چرا رفتنم رو نمیخوای سنم؟ چون که این مکتب رو به تو دوست نمیدارم. خودم رو تنها حس میکنم. به تو تنها میمونم. تو که روی من تنها میمونم. از این مکتب چرا رفتنم رو نمیخوای سنم؟ فهماندم کو. تو سینه رو پیدا میکنی. راحت میشوی. پروا نکن. رفتنت رو نمیخواهم چون که تو رو دوست میدارم. برادران کافی سختون خدایا توبه از پسم دور شوید و مسجد آمدیم رهایم کنید میگویم شما نمیفهمید من امام هستم امامم من رهایم کنید من امامی انا همین مسجد هستم رهایم کنید برادران جماعت منتظر است جماعت من با شما خدا ایستادم که مرا جماعت منتظر است مرا رها کنید میگویم برادران افسوس که های خدا خاموش باش تو دیوانه هستی چرا از دیوانه خانه میگریزی؟ من بیمار نیستم من امامم من مولا هستم البته من مولا هستم یا خدا توبه جماعت منتظر است مرا انشالله این مراتب خوب میشود اگر تبابتی درست کند دمت رو گیر پیش دارم مرا رها کنید برادر رهایم کنید برادر نمیفهمید من امام هستم جماعت عزیزم امامتان را برده ایستاده
شده ملای خوبه نبود و برحال ملایم جنابی کنان با انا همین رفیقا گفته بودم که این رو از وظیفش بگیرم. به این همولای دیوانه را در دیوانه خانه خوابانیده بودند. یعنی تبابتش تمام نشده است. بینید رحمتی داملایمان دایی درد امام را میگفت. دیدید کرامت داملایمان را؟ اکا هون او آدم کالتا کلاس نیست؟ ای خدای مهربانی منه، تا با دشواری نفتی خوجه خیزر دستگیرت نمیشد است. با دوگانی کشید ما میدیم. استاد 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 چی کار میکنید؟ باز دیوانه شد چی؟ السلام علیکم استاد. علیکم سلام. استاد من از شما یک خواهش داشتم. استغفرالله چیزی نیست، بفرمایید. اما مکتب رو خریدید، بخیر است؟ بخیر است استاد. یگان وقتی مساعد من همش را با شما نقل میکنم. استاد میگویم خواهشم را مثل یک صاحب مکتب قبول نکنید، بلکه ما را چون یک شاگردی هدایت یافته داملازیا و بنده گناهگار به نظر گیرید بسیار خرسند میشدم. استغفرالله گویید، بفرمایید، گوشم به شما. استاد خواهشم این است که امام مسجد ما داملای دیوانه بیمار است، در بیمارخانه خواب میکند. از شما خواهش میکنم بعضا آمده امری معروف کنید، ما از این استفاده برده ایمانمان را مستحکم کنیم. آبا چی شد؟ باز همان کارو بر میشود چی؟ این خیل میشود مگر جناب کنان؟ استاد بله گوید، ما رو نرنجانیده. خب بعضا کوشش میکنم که آیم. خدا از شما راضی باد استاد. از هممون راضی باد. مانندی دامولا کلتکیلاس است، مثلی که از قبر برآمده است. اوه استاد جانی من در لبی دریا ماهیگیرها رو دیدم، در حال بسرم یک سوال آمد پرسم. خدای تا چرا اینقدر فکر کردی؟ خراب شده پرس سوالات را. استاد ماهیگیرهایی که با قوای برق ماهی میگیرند آنها یک گناه میگیرند یا اینکه 3-4 گناه استاد؟ 3 گناه میشوند. 3 گناه؟ استاد برای چی 3 گناه؟ همین را پورتر میفهمونده. ماهیگیر 3 گناه میگیرد اجتباهی. یکمش قوای برق را اسراف میکند، دومش تخم ماهی را از بین میبرد. فهمیدی؟ سومش را خودت یاد. ای استاد همین سومش را هم میفهمونه داخل. مجبورم باز از پیشم برآمده سومش را پرسم. گذر رهایم کنید. نلیس مادر رفته. رهایم نلیس رهایم کنید. میگویم شما نمیفهمید. سرده راهگرد بدرون داره. مادر چیکار میکنید شما؟ این چی کار است؟ ملیس من چی کاری که کنم برای خوبی تو میکنم. آقای اکرم ملیس را آورده در خونه محکم کردیم. ترگوت بدون اجازت من ملیس پایش را به بیرون نمیگذارد. در اتاقش درش را محکم کنید و به خانم تولین هم بگو که در حال به خانه بیاید. اوه نهایت جانم از ملیس خلاص شد. اکنون بین من و زیان نمیدراید. نمیدراید. از او آدم دور میشوی وگرنه بابایت ما رو پیش میکند، 1 درهم هم نمیدهد. مادر شما چی ها میگوید؟ من پولمون نمیخواهم. من میخواهم. کلت کار نمیکند. مرا گوش کن، به هیچ کجا نمیروی. گوش کنید، چشمانتون رو خوب کشوید، رهایش نکنید. مادر ملیس تمام. با دقت نگاه کنید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید.
چی میگویی؟ انا زهرا برای جواب دادن تشکر میگویم. ترسیدم که جواب نمیدی. اصلا باید جواب نمیدادم، اما باید بگویم که دیگر به من زنگ نزنید. فهمیدید؟ من هم خواستم بگویم که اگر با من وا نخوری به خانه‌تان میآیم، یعنی مخفی و پنهان نمیدرایم. زنگی در رو زدن میدرایم. با خبر باش. خیلی نکن التماس. بابایم در خانه است. این دفعه در حقیقت میکشد. پروا ندارم، بگذار کشد. بعدی از دست دادنی تو زندگی من معنی ندارد زهرا. استوزیو بین تا اون زمانی که اون دختر در خانه توست وا نمیخوریم. فهمیدی؟ تمام، قول میدیم این شام او رو میگویم که رود. مهمش با تو آشتی شوم. میایی؟ تمام میآیم. آخرین بار شانس میدهم. در کجا؟ تمام، بای بای. مهم نیست که او در خانه‌ات است. مهم آن است که او را از خانه‌ات پیش میکنی. زیاد من تو را خیلی عذاب میدهم، اما شکرگویی که تو را دوست میدارم و پرواز کنان میآیم. احمد در کجایی؟ بیا نجاتم ده عزیزم. بخشیده میتوانی زهرا. بسیار یاد کردم تو را. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. اکا کارش را تمام کنیم. بیا ما دیگر یک دیگرمان را نرنجانیم. نمیشود؟ میشود، ولی از تو وابسته است. دیگر نام میلیس را از دهانت نشنوم. قول میدهی؟ قول میدهی؟ تمام، قول میدیم. قول میدیم. من اکنون به خانه میروم. تمام، من تو رو تا خانه‌تان میبرم. نه اگر بابایم بینن میدونی کو. میدونم، مایلش این خیلی باشه تا نزد ماشین برم. اوفه، خیریت که این کارا نیز حل کردیم. حاضر به خانه رفتم میلیس را پیش کردن لازم. اوف، اما چه خیل به میلیس رفت گویم من. چه خیل میکنم من. اوف.
یا خدایا تو مرا یاری ده. اوف. راهش را بندید. بارانش کنید. در وجودش جای خالگی تیر نماند. کی بودند؟ چی بودن؟ روی راست همه را کشتن؟ کی مرا نجات دادن؟ یا خدایا چی حادثه شد؟ اوف. میلیس؟ میلیس؟ میلیس؟
جای برادرت گذشته فکر کردی از من خلاص میابی؟ درباره کدام برادر میگویی؟ چی میگویی؟ میلیس در کجاست؟ درست کبزن بیشرف. نمیتونم نگو با جای برادر دوگانه که احمد شمشک گذشته از همه پنهان شدی، اما دیدی که از من پنهان شده نتوانستی. کسی که مرد برادرم احمد شمشک است؟ حالا هم مثل که نمیدانی بیشرف. گوش کن، از پشت تو شده کودک تولد نشده ام را از دست دادم، همسرم ترک کرد، کارم را از دست دادم، حاضر از قانون میگریزم، همش از پشت تو شد. در محبت پرسیده میروم، اما در اول تو را کشم بعد حبس میشوم. راحت با آخر رسید به شرف. کلمات را عرضه کن. تو را به نزد برادر دوگانه کت روان میکنم. тамошобинони азиз, студияи Карон филм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Карон филм чунин муқова дорад: ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо голограммаи студияи Карон филм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Карон филм ана ҳамин аст ки дар голограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. голограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами якхела барояд шумо бурд мекунед, яъне ки агар 3 10 барояд 10 сомон бурд мекунед. 3 50 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3 500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 то 5 баромад, яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед, дар ин ҷо ҳаст голограмма ва рақам A744, рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед, ана 3 та рақами 100 баромад, яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела, тариқи SMS дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди голограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи SMS паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст A744, боз меша 755, A701,
یا اینکه 2000 فرق ندارد. باز اینجا میشود ایواز میشود، ب میشود، اس میشود. خلاص فیلم رو که تماشا کردید فیته ها رو نپرتویید، زیرا باز بازی دوم شما را انتظار است. بعد هر 2 ماه بازی بردناک رمزها گذرانیده می شود. همه همین رقم ها را گرفته با قوطی مخصوص می اندازیم و یک تفلک بیگناه از درون قوطی یک چند رقم را بیرون می برورد. رقم کشیده تیفل با رقم فیته کسی موافقت کرد، آنگاه صاحب توفه های ارزنده می گردد. فیته های اصلی انا همین است، غیر اینها همش دزدی و خلبکی هستند. از شما خواهش میکنیم که هنگام خریداری کردن فیته ها بسیار با دقت باشید که گالوگرام ها تازه کردگی نباشند. شما در حالت خریداری در همانجا تفتیش گالوگرام رمز مخصوص و دیسک نشان میدهد یا نمیدهد بگذرانید.